بچه های تاجیک پکر روزی هم خیلی میشه شما. اگر امروز در این وچراتان راضی شوه فردا پس فردا ان همین بالا بالاتان بیاد. الکایت من شنیدم گارکی اروسا الکایت در تاجیکای ما بود است. رستورانات توی میکردیان جوانای حیوان مجازی ما رفیقاشون در اونجا گارکی میگفتن این عروس بوسه میکرد. در پیش بسیاری بچی تاجیک با بطور شوی مسلمان های عروس در بین بسیاری بوسه میکنن. من حیوانیتی نیست. بنابراین عزیزان من این توی ها از اسلام نیست. در توی ها عرق دادن اینم از اسلام نیست. توی عبادت است، توی سنت است. باید ما این عبادت این سنت بر وفق شریعت گذرانیم. غذا خورند یک کسی خوب یا دایره زند یا رباب گیرد یگان نهت خواند یگان سخنای اخلاقی خواند. آخر یک شعر خواندن در کارکی وای اخلاق داشته باشد، وای برای شنونده یک تاثیر فایده‌ناک داشته باشد. یک خانه غزل زرند اما در توی رقاصه بیاره پول داده و ارگوش رو بدو جوانای مست و علا درگیر دیوای حیوحی کنند. مگر این غضب خدا نیست؟ این لعنت خدا نیست؟ حالا در فتواها میگوید که تا کسی یک زنه که بر بیرون رقص برارد بین مردم رقص برارد کسی که تماشا میکند همش در لعنت خدا گرفتار میشود. حتی صاحبی مسلک میگوید که از یک زنی رقاصه رو در میدان در آوردن اهل همین محله را هم برش کسی کشد به گناه کشد. گناه این قاتل آسان تر است از گناه این دیدن. چرا که وای همه شهید شدن قاتل خودش گناهگار. اما این زنی بدبختی رقاصه همین تماشا بنا را در عذاب خدا گرفتار کرد. عزیزان من این چشمای شما صاحب دارد. این چشم خدایی که به اختیار تو داده است پول ندادیش. برای یک پردی چشمک تو گرفتن میبینی $1000 میتی. برای یک عینک گرفتن میری $100 میتی. این چشمی که خدا به تو داده است به هیچی و به پول خیال میکنی تو زنکای رقاصه رو تماشا میکنی پگه این چشم جواب شنویتی؟ نه این چشم ها امانت هست. حرام است در توی رقاصه آوردن. توی بچه با بچه ها خورسندی کنن عروس با دوگانه هاش خورسند. این از خورسندی مسلمانی. حتی من همین یهودی های ملعونه شما اگر کدام وقت در وکروک سوید توی های اسرائیل نشان داد. عزیزان من پیغمبر خدا گفتن اتقوا الخمر فانها ام الکبائر. از عرق پرهیز کنید که مادری تمام پلیدی هاست. اون ملعون که نوشیدنش گناهگار شد به ایمان شد با بچهش کشت یک عمر بسوزد خونی گناهگار شد. چه فایده کرد از نوشیدنی؟ مگر همین قدر نوشابه ها عزیزان من جای عرق گرفته نمیتونن. آخه امروز کالا برآمده است، آب زلال برآمده است، دابره برآمد. قبرستان نخواد که یگانتی همین جای همون پیشاب گرفته حتی از وی پیشاب حلال تر است. کدام عرق نوش قومای عزیز همون پیشاباتون در توالت داره گیره دستگان نوشه هوا خوبتر است. هم سلامتی تان فایده دارد هم اخلاقتان ویران نمیکند. نخوام مسلمان عرق خوره. پیغمبر خدا گفت لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. کسی عرق می نوشد وای مسلمان نیست. این پیغمبر گفت است این اختیاری مند نیست. بنابر ملا و ایشانایی که عرق خورا را در حالت مستی بردیان جنازه میکنن والله این ملا و ایشانا را خداوند همراه همه عرق خورد فقط دوزخ می سوزد. این جنازه درست نیست. اسلام دینی ترسانشکار نیست. اسلام دینی خوشامد نیست. اسلام دینی خدا هست، صاحبش خدا هست، حکم فرماش خدا هست. ما باید حکم خدا را اجرا کنیم. پیغمبری ما از روزی که رسول اکرم شدن و با عالم مبعوث شدن ضد عرق مبارزه بردن. این امر خدا هست. ضد عرق مبارزه بودن. چو عرق می نوشن بچه‌ای؟ چو جوانای امروز اکنون این مصیبت کمتر می بود. مادر تاجیک عرق می نوشن. من هفته گذشته یک آدمی منصبداری کلان نامش گویم به خاطر خجالت میشد آمد از نزد من زنش 3 طلاق کرده. پرسیدم سبب طلاقی باش گفت والله من شرم دارم. گفت من ایزا میکشم به همه آبرو همه واقعه رو گویم. زنش ویچر میره دوگانش هم ویچر رجدینش از اون سو مینوشد مست میبیاد. زنی تاجیک صاحبی 3 فرزند از اون سو مست میبیاد میگه خانه آمدم از کار
گفتم کجا بودی؟ میگه گپ زد دهانش بوی عرق کرد. اما تو مسلمانی نخواه عرق نوشی؟ خیلی نوشیدم. میگه چیکار داری؟ خوب چیکار؟ خیلی 3 طلاق کردم. میگه وقتی که مادری که عرق نوشد وای دیگر میتواند به جامعه فرزند تیاد، وای میتواند به جامعه فرزند صالح تیاد، وای میتواند به جامعه فرزند دیگر با آداب تیاد. مادری که عرق نوشد. بنابر عرق حرامه. کسی او را حرامیش شوخی میداند و مینوشد والله وای کافر است، وای زنش طلاقه، وای نکاحش نکاح نیست، وای جنازه. بنابر من از ملاهای خواهش میکنم، ملاهای نکاح کرد، دامادایی که در وقت نکاح مست میبیایند و یار نکاح نکنید و یار خواستم قبول کردنشان درست نیست، زیرا که مست است. حتی فتواها میگه من شرب الخمر و ساده لم یحل صیده. کسی عرق نوشید در حالت مستی اگر شکار کند، خواه چنچک میپراند، خواه صید میپراند، خواه آهو، خواه کب، صیدش حرام است. و من شرب الخمر و ذبح لم یحل ذبیحته. کسی عرق نوشید در حالت مستی اگر کشد مال گوسفند گاو کشد، گوشتش حرام است. و چگونه نکاح این جوانی مردی عرق نوشیدگی که در بهترین لحظه حلالی شد، این زن از وای حلالتر برای مرد دیگر چیزی نیست، از وای فرزند می شود، وای آینده زندگیت است. در همون حالت که مست شده تو میبیایی عروس و دامادی را خواستم قبول میگویی وای چطور نکاح می شود؟ بنابر عرق حرام است عزیزان من، ننوشه. رسول اکرم گفتند من شرب الخمر، کسی عرق می نوشد خداوند او را از شرابی زقوم دوزخ می نوشاند. زقوم دوزخ عزیزان من کسلاته است. مفسرین کرام میگویند کسلاته است که مثل کسلاته که امروز است، درست هر چی پرتوی میسوزد نابود میشود. کسلاته است که خداوند صدها هزار گرادوس این وی قطعات کرده است. اگر این کسلاته را انسان استحصال کرده باشد، وای کسلات زقوم دوزخ خالق انسان استحصال کرده است برای دشمناش. از هوای می نوشاندش که به مجرد نزدیک آمدن همه گوشت و پوست و روش داخلش بدگی همش پاره شده ریخته می رود. از این شرابی دوزخ خداوند وی می نوشاند. بنابراین عزیزان من عرق نوشه. عرق خدا حرام کرده است. نگوید که او از آب انگور است و از دیگر چیز است. هر چیزی که مست کننده است، خواه عرق است و خواه نشه، خواه گیرائین است و خواه نارکوتیک، همش از نظر اسلام یک حکم دارد، حرام است. حبیب خدا میگوید آن جهنمی که شما ای بنده های خدا از او پناه طلب میکنید، روز حساب، روز قیامت پروردگار این جهنم 70 میهار میزند. چگونه 70,000؟ چگونه که در بینی های همون بقه ها زنجیرها می اندازند. 70,000 حلقه در بدن جهنم میزنند و در هر یک زنجیر او 70,000 ملائکه آویزان است و او را کشیده به میدان حساب میارند. برادر عزیز و گرامی، وقتی من حساب کردم 490,000 ملائک دوزخ پروردگار به میدان قیامت میارند که هر یک فرشته او توانایی و قوتش برابر تمام مخلوقایی که در روی دنیا خدا آفریده است قوت همه اینا دارند. ما از همون جهنم پروردگار را به سوی تو پناه طلب میکنیم، از همون جهنمی که اذا القوا فيها سميعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنمی که وقتی دوزخی را به نزد او میارند، الله بیان میکنه در سوره ملک، در سوره تبارک که ما و شما میخوانیم، وقتی به نزد این میارند و از بالا وقتی که او را میپرتایند، پرتافتنش هم خدا در سوره الرحمن بیان میکند فیؤخذ بالنواصی والاقدام.